خب توی این ویدیو در مورد آلودگی هوا میخوام صحبت کنم براتون، چون اخیراً شهر تهران، شهری که ما توش زندگی میکنیم در حال حاضر، خیلی آلوده شده و کلان شهرها تو سطح دنیا آلودگی زیادی رو دارن تجربه میکنن. فکر میکنم که این اپیزود پر کردنش خیلی ضروری باشه. خیلی سریع راجع به اینکه چه کارهایی معمولاً توصیه میکنن حالا محققین و متخصصین و دولت‌های مختلف در مورد اینکه چجوری از بدنتون محافظت کنید در مقابل آلودگی هوا. چند تا نکته از خیلی سریع میگم و بعدش خیلی کامل و دقیق میریم راجع به تغذیه صحبت میکنیم، چیزی که ما تخصص داریم داخلش و اصلا محوریت صحبتمون راجع به همون تغذیه است. خب اینکه تا جایی که میتونید بیرون نرید. اگه بیرون میرید فعالیت بیرونتون یه جوری نباشه که ورزشی باشه. سعی کنید فعالیت ورزشی که بیرون انجام میدادین، مثل دوچرخه سواری، مثل چه میدونم بازیایی که بیرون انجام میدادین رو کلا منحل کنید و دعوت کنید خونه. چیزی که خیلی کاربرد داره اینه که ماسک استفاده کنید اگه میرید بیرون. ماسک 95 99 توصیه میشه. ذرات 2.5 میکرون، بالای 2.5 میکرون، زیر 2.5 میکرون میتونه آسیب بزنه اگه که شما از راه دماغتون تنفس نکنید. پس یه تنفس بهینه اینه که از توی دماغ، حالا من پولیپ دارم تنفسش خیلی جالب نمیشه، ولی همیشه سعی کنید از توی دماغ تنفس کنید، چون این موهای ریزی که توی دماغتون وجود داره و حالا مخاط و یا موکوسی که توی مجاری تنفسی شما هستش تا به ریه هاتون برسه، خیلی از ذرات و خیلی از میکروبا و باکتریا رو میگیره به خودش و همون چیزی که شما دستتون میکنید تو دماغ در میاری دقیقا همون آلودگیه. پس وقتی رفتی بیرون سعی کن از دماغ نفس بکشی، فعالیت بیرون تو کم کنی و آب کافی تو روز مصرف کنی. بیشتر سردردا، بیشتر اتفاقات و عوارض جانبی که آدما از آلودگی هوا متحمل میشن به خاطر کم آبیه. خیلی اوقات سردردای شما فقط با 2 لیوان آب حل میشه و اینکه AQM رو یا AQI رو یا این شاخص آلودگی هوا رو کنترل بکنید. حالا چه با ساعت‌های هوشمندی اومده گوشیاتون وضعیت آب و هوا میکشید بالا ببینید چه خبره که میتونید برید بیرون یا نرید بیرون. اگه که جزء دسته هستین که حساس ریه‌هاشون و تنفسشون خیلی سریع مشکل میخوره، شرایط وقتی قرمز یا نارنجی هستش بیرون نرید. زمانی که هوا خوبه در و پنجره خونه‌تون رو باز کنید و اجازه بدید که هوا ونتیلیت کنه، یعنی هوا بچرخه تو خونه‌تون. و اگه ذراتی احتمالاً داخل خونه‌تون هستش که به خاطر یه سری حالا شوینده ها، یه سری از رنگا و چسبا و مواد شیمیایی، حتی مثلا این کیبوردی که جلوی ماست اگه تو آفتاب بمونه زیاد از خودش یه چیزی به اسم VOC ترشح میکنه، پخش میکنه تو محیط، که شما بهتره زمانی که هوا خوب شد در پنجره رو باز کنید که اینا برن بیرون. مثل دقیقا همون بوی مواد شیمیایی و پلاستیکی که تو ماشین که دیدی تو گرما تو تابستون مونده مثلا یه جا زیر خورشید، در ماشین رو بخوای باز کنی میشینی تو ماشین یهو میبینی اوه چقدر بوی سگ پلاستیک میاد، چقدر بوی رنگ میاد. اینا VOCه، اینا رو سعی کنید تنفس نکنید. حالا یه سری آدم اصلا فتیش این قضیه دارن، مثلا من دوستی داشتم میگفتش من دوست دارم بوی رنگ رو تنفس کنم، بوی چسب رو تنفس کنم. اینا دیوانگیه، نکنید. یک کار خیلی خوبی که میشه انجام داد توصیه کردن و اینو هیچ جا شاید بهتون نگن، تحقیق کردم خیلی دقیق. گیاه آپارتمانی تو خونه هاتون باشه. یعنی شما در نظر داشته باشین که همیشه تو خونه هاتون، تو محل کارتون، خونه‌تون از گیاهایی مثل الوورا، پیچک یا گل گندمی استفاده کنید. حضور این گیاها باعث میشه که اون ذرات که آسیبزا هستش و حالا محتوی کربن زیادن، اینا به خودشون میگیرن این گیاها، این ذرات رو نمیذارن وارد ریه‌های شما بشه. طبیعتاً تصفیه کننده هوا، ایر پیوریفایر ها و تصفیه کننده های هوا وجود دارن توی بازار، شما میتونید تهیه کنید، رنج‌های مختلفی هستش. باز دقیق‌تر بعدا میتونیم راجع به این توضیح بدیم. میخوایم سریع بریم راجع به مبحث تغذیه. 2-3 تا مورد دیگه هست اینه که خب چیز واضحه، میگه سیگار نکش. دوست عزیز، یعنی وقتی شما هوا آلوده است خب طبیعیه که بهتره سیگار نکشی، قلیون نکشی.
یکی از کارهای خوبی که میتونی انجام بدی جکوزی که شما میری توی استخر شنا میکنی، اینا همه اینا رو بذار کنار، بیا تو سونای بخار اوکالیپتوس بریز توی دستگاهی که بخار تولید میکنه، یا اصلا این آپشن رو نداری تو خونتون، همون دستگاهی که تصفیه کننده هواست معمولا یه بخشی داره شما میتونی عصاره بهش اضافه کنی. عصاره اوکالیپتوس خیلی میتونه آلویولی یا کیسه های هوایی توی ریه‌های شما رو حالشو خوب کنه. خب ما چیزی که خیلی دنبالش اینه که ریه‌هامون ازش محافظت کنیم، چون ریه‌هامون هستش که تقریبا ما رو سالم داره نگه میداره، جریان خونمون داره تصفیه میکنه، اکسیژن به سلولای ما میرسونه. و اینکه در نهایتی که همه توصیه شده خب بابا خودتون هم کمتر آلودگی ایجاد بکنید تا جایی که میتونید، از سیستم حمل و نقل شهری استفاده کنید، ماشین شخصی کمتر بیارید بیرون، یه شهروند مسئولی باشین که فکر کنم این تو ایران اصلا قفله. حالا چون اینا قفله، ما میخوایم به این شهروند خودخواه خودمون از جمله خودم رفتم تحقیق کردم، میخوام اینو بگیم که چی کار کنیم، چه چیزایی بخوریم، چه چیزایی مصرف کنیم که آسیب کمتر ببینیم از این آسیبایی که آلودگی هوا برامون هدیه میاره، جایزه میاره، مسئول بمونیم، محافظت کنیم خودمونو. خب تو تغذیه چیزی که توصیه میشه که هیچ وقت تو رژیمتون هیچ درشت غذایی رو حذف نکنید. یعنی اگه مربیتون، اگه دکتر تغذیه‌تون، هر کسی به ضرس قاطع دارم میگم، اصلا فرق نداره چه رتبه‌ای داره، اگر اومد به شما گفت شما ورزشکار حرفه‌ای نبودی و حالا از بدنت به عنوان ویترین استفاده نمی‌کردی، اگه اومد بهت گفت فلانی کربوهیدرات کلا حذف کن، کتوژنیک 100% باش چند ماه همینجوری، چربی رو حذف کن، خب پروتئین حذف کن که معمولا نمیگم، ولی مثلا کربوهیدرات چربی میگن کلا حذف کن، بعضی رژیم‌ها اینجوریه، نرید سمتش. و آدمی که نرماله ورزشکار حرفه‌ای نیست اصلا نیازی نداره این کارو بکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خیلی کارا رو بکنه که آسیب کمتری بهش برسه و وزنم کم کنه، بدنش هم فیت باشه، خوب باشه. پس درشت غذایی حذف نمیشه، هم از چربی، هم از پروتئین، هم از کربوهیدرات تو رنج مختلف بدن شما نیاز داره استفاده کنید، مخصوصا در شرایطی که هوا خیلی آلوده است مثل الان تهران. مصرف ریزمغذی‌ها خیلی مهمه. یعنی ما یه سری آنتی اکسیدان داریم، واژه آنتی اکسیدان، اکسیداسیون یا واکنش با اکسیژن اینجوریه که باعث زوال سلول، از بین رفتن سلولای بدنتون میشه. این کارو الکترون‌های آزاد انجام میدن، بهشون میگن رادیکال‌های آزاد. تغذیه شما باید جوری طراحی بشه که این رادیکال‌های آزاد خنثی بشن. یعنی اگه شما سیگار میکشی، اگه شما فسق و فجور میکنی، اشکال نداره انجام بده، ولی از اون ور تغذیه‌ت رو یه جوری چیدمانش انجام بده. اگه شهرت کثیفه اشکال نداره، تغذیه رو تمرکز روش بکنی، جلوی خیلی از آسیب‌ها رو میتونی بگیری. مواد آنتی اکسیدان توی تغذیه شما باشه. مواد آنتی اکسیدان یا موادی که جلوگیری میکنه از پیری، جلوگیری میکنه از بین رفتن سلول ها و آسیبی که به دی ان ای شما ممکنه برسه، این رادیکال‌های آزاد یا همون چیزایی که الکترون آزاد توشون فعاله، آماده واکنش دادن. مثلا فرض کن این یه رادیکال آزاده، اینم یه سلول عضلانی شماست، شما زحمت کشیدی، کلی پول بابتش خرج کردی، رفتی حالا شاید یه وی هم خریدی، درشتش کردی، هایپرتروفی ایجاد شده، درشت شده، حالا اینم یه رادیکال آزاده. یهو این رادیکال آزاده اگه شما کاری نکنی که از بین نره، میخوره به سلول عضلانی و سلول عضلانی از بین میره. حواسمون باید باشه که این رادیکال‌های آزاد رو کنسلشون کنیم، جلوشون رو بگیریم. چجوری میشه این کارو کرد؟ یه چیز خیلی ساده بگم برای اینکه خیلی پیچیده نشه، ولی خب توضیح خوبش هم میدم. سادهش اینجوریه که تا جایی که میتونی از سبزی‌ها، سیفی‌ها، مواد فیتوکمیکال، مواد دانه‌ها غلات کامل استفاده بکنی. مواد فیتوکمیکال چی هن؟ دیدی این سبزیایی که رنگشون جیغ هست، میوه‌هایی که رنگشون جیغه، اصطلاحاً یه سری چیزایی هست به اسم مواد همون یه واژه خیلی یونانی داره که ما مسخره‌اش هم کردیم، هر وقت بخوایم ویدیو رو تهیه کنیم تلفظش واقعا سخته. نشون دهنده اینه که رنگ این گیاها سبز، آبی، اینا موادی هستش که کاروتینوئیدها، فیتوکمیکال‌ها، مواد شیمیایی هستش که خیلی ریز مغذی هستن که تو هویج هست، بتا کاروتن، لیکوپن تو حالا گوجه هستش، تو جلبک‌های مختلف هستش، فوکوزانتین،
و آستازنتین توی ماهی سمن که رنگش نارنجی دونه داره، ماهی قرمز رنگ. یه چیزایی مثل شنبلیله فنوگیری که اسمش، کدو، تروب خیلی عالیه، مخصوصا تو ایام آلودگی هوا. توی غذاتون اسفناج و تروب رو داشته باشین. هم ویتامین A داره، رتینول طبیعی داره، جلوگیری میکنه از پیری سلولاتون. ویتامین E خیلی خوب مصرف کنید. سبوس برنج داره ویتامین E رو، بادوم و غلات دارن. دانه هایی که یه ذره چربی خوب دارن، چربی خوب خیلی توصیه میشه تو ایام که هوا خیلی آلوده است. میگن غذاهایی که منیزیم بالایی داره، مثل همون دانه ها، غلات کامل، مثل موز، شیرموز گزینه خیلی خوبیه. شیر خودش آلودگی رو به خودش جذب میکنه، ذرات به اصطلاح فرار عالی فرار رو به خودش جذب میکنه و جلوی خیلی از مسمومیت‌ها رو میگیره. موز هم خب منبع غنی منیزیم هستش، پتاسیم هستش، به کارکرد کلیه شما خیلی کمک میکنه. لیمو و مرکبات و یه سری گیاهی هست مثل گیلاس پورتوریکن یا آسترولا بهش میگن که ما دسترسی نداریم تو ایران به این گیاه. و کلا میخوایم بریم رو ویتامین C. ویتامین C تو مرکبات هست، توی لیمو هست، توی پرتقال هست، توی خدای من اسم اون گیاه از بین رفته اصلا تو ذهنم. اگه اومد تو ذهنم میگم بهتون. توی کلم رنگی میتونید ویتامین C خوبی پیدا کنید. خب گفتم که چی کارا باید انجام شه. حالا یه مقدار ریستر میشه راجع به ساپلیمنت قضیه میخوایم صحبت کنیم. اینجا قضیه تخصصی تره. ببین راجع به ساپلیمنت یا مکملا صحبت زیاده. یعنی خب ببین شما تا جایی که میشه توصیه کردن تو همه مقالات شما میخونید، توصیه کردن که آقا تغذیه‌تون مواد فیتوکمیکال، آنتی اکسیدان، ریز مغذیا، چیزایی که روغنهای امگا 3 توشه، چیزایی که منیزیم داخلشه، چیزایی که ویتامین C، ویتامین E، ویتامین A، مواد ضد زوال سلول داخل به اصطلاح غذاها باشه کمک میکنه. ولی بحث مکمل مقدار پیچیده‌تره، تحقیقات ضد و نقیض بالا پایینه. یه سری از مکمل‌ها خیلی مطمئن نیستن که تو تحقیقاتی که انجام شده خیلی مطمئن نیستن که کاربردی باشن، ولی خب بالاخره هست، استفاده میشه. توی سری از تحقیقات همون مکملایی که به اصطلاح عمل کردی نبودن نگاه میکنیم، یه سری پاسخگویی مثبتی داشتن، یه سری پتانسیل‌های خوبی داشتن. بازم نیاز به تحقیق بیشتر هستش. خب همه تحقیقات 100% ما نمیتونیم بهشون اکتفا کنیم بگیم 100 درسته. یه سری تحقیقات خب بالاخره پوش مالی میشن از سمت شرکت‌های مکمل سازی که راجع به یه سری ترکیبات بیان مانور تبلیغاتی حالا غیر واقعی بدن. این قضیه خیلی پیش میاد تو صنف مکمل، مخصوصا خیلی میتونیم راجعش صحبت کنیم. اگه فیدبک مثبت بدین راجعش برای من توی این ویدیو این پایین بنویسید که اگه دوست دارید در مورد بحث مکمل‌ها خیلی میتونم باز صحبت کنم. بحثی که اصلا ما تمرکزمون روشه، بحث تغذیه هستش، بحث مکمل‌ها هستش. توی آنتی اکسیدان های ساپلیمنتی، ببین آنتی اکسیدان وقتی داخل بدنتون ترشح میشه اندوژنس. اگه از بیرون بدنتون به صورت غذا و مکمل بخواید بگیرید میشه اگزوژنس. اندوژنس اینجوری بدنتون آلفا لیپویک اسید ترشح میکنه، گلوتاتیون ترشح میکنه برای اینکه جلوی یه سری آسیب‌های سلولی رو بگیره. اگزوژنس که میشه دو تا فرم داره، یا غذاییه یا غیر مغذیه. غذایی هم چیاست؟ مثل گفتم ویتامین A، C، E، حالا یا تو غذاتونه یا به صورت ساپلیمنت و مکمل دارین مصرف میکنید. زینک یا همون روی هستش، کاپر یا مس و سلنیوم. اینا هم 3 تا ماده معدنی خیلی مهم هستن که بدن شما بهش نیاز داره و خودش نمیتونه تولید کنه و شما باید داخل غذا ازش دریافت کنید. غیر مغذی هم که راجع به فیتوکمیکالا صحبت کردیم، چیزایی مثل لیکوپن که تو گوجه است، به اصطلاح آلتوسیانین هایی که تو کرنبری و بلوبری وجود داره. رنگ آبی که تو این کرنبری و بلوبری رنگ قرمز کرنبری داره دیگه، یه رنگ قرمز برگندی کرنبری داره. بلوبری رنگیه که آبی خیلی جیغیه. گفتم هرچی میوه ها رنگشون جیغ‌تر، تو این شرایطی که هوا آلوده است مصرفش بهتر. تو شرایطی که بدنتون تحت فشاره، حالا فشار عصبی، حتی فشار عصبی، فشار کمخوابی، اینا همه باعث میشه که رادیکال‌های آزاد ترشح بشن تو بدنتون. شما نیاز پیدا می‌کنید به این آنتی اکسیدان ها. فیتوکمیکال ها گزینه خیلی خوبی هستن. گفتم هر چقدر جیغ‌تر بهتر. یه نکته هم راجع به
یه سری چیزایی که غیر مغذیان گفتم کیوتن، ملاتونین و کاروتنوئیدها و بتا کاروتنها میتونن خیلی کمک بکنن. بتا کاروتنها و کاروتنوئیدها مثل آستازنتین که تو ماهی سمن یا همون ماهی قرمز آوای آزاده و عرضم خدمتتون که دونه‌های قرمزی که هستش، میوه‌های قرمزی هستش، فوکوزنتین که جلبک سبزآبی و جلبک قهوه‌ای وجود داره و بتا کاروتن و لیکوپن. این بحث تغذیه‌ایشه. حالا ساپلیمنت چی استفاده کنیم؟ این بحثو خیلی کوتاه میگم. ببین در مورد ساپلیمنت هیچ کس نمیتونه یه فکت کلی صادر کنه یا همتون باید مثلا این مکمل استفاده کنین براتون خوبه. هر آدمی یه سری مشکلاتی داره به شخصی، یه سری کمبودهای تغذیه‌ای داره که با ساپلیمنت و مکمل میتونه این کمبود تغذیه رو از بین ببره. مثلا تو این شرایطی که گفتم هوا آلوده است، بدن تحت فشار، کلی ماده شیمیایی که نباید تو بدنتون باشه توسط ذرات هوا به بدن شما منتقل میشه. حالا تو این شرایط ممکنه شما اعصابت خورد باشه، سیگاری بشی، مثلا ممکنه قلیون بکشی، مثلا ممکنه 4 تا خلاف دیگه هم بکنی. خب اینجوری خیلی فشار رو بدن زیاد میشه. ساپلیمنت ها اینجا کار کرد دارن. تو زندگی شهری، تو وقتی اعصاب مصاب نیست و همه چی به هم ریخته است، شما نیاز پیدا میکنی که ساپلیمنت و مکمل وارد قضیه بکنی، چون اکثر وقت شما خوب تغذیه نمیتونی بکنی. یا موقع هستش که کسی نیست بهت کمک بکنه تغذیه‌تو بچینه برات سوارش کنه، حالا غذا بپزه، یه سری موازین. این همه چیز میز ما گفتیم اینجا ممکنه خیلی شامل ادیتور ببره براتون، چیزای بولدشو براتون بذاره، ولی این همه ما حرف زدیم. شما اگر حواست نباشه که غذاتو چجوری مصرف بکنی و کسی نباشه بهت کمک بکنه تو این زمینه، همیشه فقر غذایی داری. پس مکمل‌ها اینجا به کار میان. چی مصرف کنیم، چقدر مصرف کنیم، برای هر آدم متفاوته، نیاز هر آدم متفاوته. یه موقع از شرایط شما اینجوریه که شما با یه قرص ویتامین سی ساده، چون ویتامین سی تنها ویتامینیه که زیادش از تو ادرار دفع میشه، زیاد منع مصرفی دیده نمیشه توش، مگر اینکه شما مثلا بخوای قرص جوشانش زیاد استفاده کنی و کلیه و مثلا سنگساز باشه یا صفرات خوب منقبض نشه، ممکنه سنگ سازی بکنه. پس زیاد از این موادی که قرصیان یا مثلا جوشانیان زیاد استفاده نکنید. سعی کنید هی سویچ کنید بینشون، رندوم استفاده کنید، دو مصرف کنید، 20 استفاده نکنید. پس ویتامین سی زیاد معنی نداره. حالا دوزیجش یا دوزش چقدر باشه تو روز، گفتم آدم تا آدم متفاوته، شرایط متفاوته، مریض میشی بیشتر نیاز پیدا میکنی، سالمی خب نیازت کمتره، جوونی نیازت کمتره، مواد فیتوکمیکال و رنگ جیغ استفاده میکنی نیازت کمتره. ساپلیمنت کلی بخوام بهتون توصیه کنم که مصرف بکنید، مصرف یه آنتی اکسیدان کامپلکسی که توش رزوراتور که از هسته انگور و پوست انگور میاد باشه، گلوتاتیون باشه که تو بدن شما خودش ترشح میکنه ولی باز نیازش خیلی میره بالا وقتی که شما تحت فشار یا هوا آلوده است، و چیزایی مثل آستازنتین یا همون فوکوزنتین که گفتم از جلبک ها گرفته میشه. جلبک ها و گرینز ها خیلی مکملای خوبی هن، مکملایی که ابر سبزی ها و ابر میوه ها توشون مصالحه های مختلف هستش که چیزایی مثل آکای بری، کرنبری، بلوبری، گوجه، هویج میکس شده مثلا با پوست سیب، حتی پوست سیب که قرمز رنگه، خب آستازنتین داخلشه و میتونه خیلی کمک بکنه. پوست انگور گفتم رزوراتور خیلی میتونه کمک بکنه، ویتامین سی خیلی میتونه کمک بکنه. و غافل نمونید بچه‌ها از مصرف امگا 3. اخیراً تو تمام کمپانیایی که ساپلیمنت و مکمل تولید میکنن کمبود ماده اولیه امگا 3 دیده میشه، برای همین که نیاز امگا 3 رفته بالا. خب اصل آکواریوس مردم دارن آگاه‌تر میشن دیگه، سر مردم خیلی کمتر میتونی شیره بمالی دیگه، نمیتونی خیلی دروغ بهشون بگی. خب کسایی مثل من یا کسایی خیلی قوی تر از من، کسایی قدیمی تر از من شروع کردن به اطلاعات دادن به دور و بریای خودشون. اینا اطلاعات زنجیروار میچرخه، بالاخره مردم زیر آگاهیشون میره بالاتر دیگه. شرکت‌های مکمل سازی هم بر اساس نیاز مردم دارن تولید میکنن. نگاه بکنیم این امگا 3 همش کم شده، چون همه فهمیدن که چقدر امگا 3 ضروریه، روغن ماهی ضروریه، همه تو غذاشون میذارن. ببین امگا 3 خیلی چیز خوبیه. مصرف امگا 3 و حالا تحقیقات من مختلفی رو من سرچ کردم، دیدم که تقریبا بی آزاره، نه تنها آزار نداره بلکه خیلی جا کمک میتونه بکنه. یه دونه مکمل آنتی اینفلاماتوری یا ضد التهاب فوق العاده عالیه. خب ما اینجا با کاهش التهاب کار داریم، ما میخوایم مواد آنتی اکسیدان میان التهابا رو از بین میبرن، اکسیداسیون رو کمتر میکنن، رادیکال‌های آزاد کمتر میکنن، آسیب به سلولتون کمتر میکنن، سلولتون دیرتر پیر میشن. امگا 3 یکی از اون ماده هاست
آلفا لیپویک اسید، اناسیتیل سیستئین، تارت چری، کیوتن، ملاتونین، اینا مکمل‌هایی هستن که باز نقش آنتی اینفلاماتوری و ضد التهاب رو بازی میکنن، ولی اینا توصیه نمیشه همینجوری سرخود بری شروع کنیم مصرف کردن. منیزیم مخصوصا به شکل حالا گلایسنات، بیس گلایسنات، گلوکونات، سیترات گزینه‌های خوبی میتونه باشه برای اینکه هم جذبشون بالاست، هم میتونه به آرامش بدنتون کمک بکنه، به ریکاوریتون کمک بکنه و گرفتگی عضلاتتون رو کم بکنه، مثلا تو این شرایط که خب مثلا شما به خاطر آلودگی هوا شاید نتونی بری. یه دقیقه وایسا. اوه قلنج شکوندم. کار خوبی نیست، شما نکنید این کارو. تو این شرایط مثلا شما نمیتونی بری بیرون ورزش بکنی، خیلی میتونه خوب باشه که منیزیم مصرف بکنی. حالا یه سری هشدارایی هم من بدم. من بعضی چیزایی میگم، شما به عنوان نسخه نگاه نکنید بهش، چون مثلا من نه در جایی هستم بتونم نسخه‌ای بدم، ولی میتونم مثلا توصیه تغذیه‌ای بکنم. منیزیم دیپندنسی میاره یه ذره. یعنی چیه؟ یعنی شما یه بار میزنی میندازی رو سرم قرصشو، خب خیلی حال میده بهت، اوکی، ریلکس میشی، خوابت خوبه، خوابت عمیقه، گرفتگی ارزانیت فرداش کمتره، استرست کمتره، ذهن داره بهتر کار میکنه، ریکاوری بهتر شدی. این ممکنه بهت حال بده، فردا شبش بخوای بزنی، پس اون فردا شب میزنی یه جا میبینی بدنت عادت کرده بهش و اگه منیزیم نزنی خوابت نمیبره، همه چی به هم میریزه. به این نکته توجه کنید که منیزیم رو رندومایز استفاده کنید، همیشه هر روز استفاده نکنید اگه میخواید درگیرش نشی. نمیتونی از پس هزینه مصرفش بر بیای یا از کلا از درگیر شدن خوشت نمیاد. منیزیم مثلا 2 روز مصرف کن که مثلا تمرین پا داری یا مثلا فشار زیاد بوده، استرس زیاد بوده، گرفتگی زیاد بوده، شبش قبل خواب میتونی مصرف کنی یا مثلا بعد تمرین میتونی مصرف کنی، شورکس کنی، ریلکس کنی، ریکاوری رو بیشتر بکنی. گفتم مصرف باز ویتامینا خیلی مهمه، چقدر برای هر کسی متفاوته. یکی مریضه هر 3-4 ساعت بهش 3-4 ساعت یه بار بهش ویتامین C میدن، یکی مریض نیست روزی 500 میلی گرم کفایت میکنه براش. مصرف ویتامین E و A مثل رتینول، مثل بتا کاروتن، مثل ارزم خدمتتون که چیزایی که روش نوشته ویتامین A و ویتامین E به صورت ساپلیمنتی، به صورت دائمی توصیه نمیشه، چون همونطور که میدونید ویتامین یه حد مرز کوچیکی داره، مثل شمشیره. یعنی اگه شمشیر این ویتامین در نظر بگیری، شمشیر دولبه است که دولبش برنده است، شما باید وسط حرکت بکنی. اگه زیاد استفاده کنی از این ور آسیب میبینی، پاره میشی، اگه از کم استفاده کنی باز میفتی پایین و پاره میشی. دقت داشته باش که دوزی که میخوای مصرف کنی رو با مربی آگاه خودت یا پزشک تغذیه خودت حتما هماهنگ بکنی و توجه داشته باش که پزشک تغذیه و مربی خودت سواد مکملی داشته باشه. خب فکر کنم تمام نکات راجع به آلودگی هوا رو گفتم. ویدیو ممکنه زیاد طولانی شده باشه، ادیتور ممکنه ادیت کنه براتون ویدیو رو کوتاه‌تر کنه. مثلا کردم کامل بهتون میگم، شاید ویدیو چند تا پارت بشه. خیلی ضروریه که از ریه‌هاتون حمایت کنید، حواستون باشه که چه چیزی رو دارید تنفس میکنید، تو گوش و حلق و بینیتون چیا میره، چه ماده‌هایی وارد میشه. خیلی توجه کنید که روزایی که هوا آلوده است بینی و مجاری تنفسیتون و حتی چشماتون رو محافظت کنید ازش، نذارید ذرات ریز وارد این نقطه ها بشه، چون ممکنه موجب عفونت بشه. یه چیزی که خیلی میتونه کلیدی باشه تو طب سنتی هست، تو طب مدرن هم هست. حالا تو طب سنتی خیلی بیشتر بهش توجه شده، بولدتره، عمیق‌تره، پررنگ‌تره. تو طب مدرن شاید رنگش کمتر باشه، ولی داستان نمکه. نمک خاصیت خیلی خوبی داره، آنتی اینفلاماتوری، یعنی یک ماده تو طبیعت هستش که خدا برامون گذاشته، تو کائنات هست، خیلی کمک میکنه، ضد بیماری هستن. اولین ماده معدنی و به نظر من بزرگترین و بهترین ماده معدنی هستش که خاصیت ضد التهابی رو داره و تو طبیعت هست به صورت طبیعی. فرمای نمک آبی و نمک صورتی و نمک دریا خیلی بهتر از نمک‌های عادی و حالا کیمیکال و شیمیایی، ولی خب گرونترن، تهیه‌شون سخت‌تره و شرایط پیچیده‌تری داره. شما آب و نمک رو حتما غرغره بکنید تو گوش و حلق و بینیتون، این آسیب رو کمتر میکنه. و گفتم راه خیلی ارزون و خونگی هستش که شما از عفونتی که قرار اون آلودگی هوا براتون ایجاد بکنه توی ریه هاتون و گوش و حلق و بینیتون جلوگیری بکنید. مرسی که ما رو همراهی کردین. اگر که کار ما رو دوست دارین، سابسکرایب رو یادتون نره انجام بدین، عضو چنل ما بشین و نوتیفیکیشن رو روشن کنید که هر بار ما کانتنت یا محتوایی براتون ارائه میدیم
شما متوجه بشین که ما این کار انجام دادیم. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. مرسی که ما رو همراهی کردید.